چه زمانی از وزنه‌های سبک استفاده بکنم؟ ببینید طبق توصیه اکثر مربیان بهترین حالت برای عضله‌سازی اینه که وزن‌ها نسبتاً سنگین باشند و تعداد تکرارها بین 8 تا 12 تکرار باشند. ولی در تحقیقات ثابت شده که وزنه‌های سبک و تعداد تکرارهای بالا اگه شما رو به ناتوانی در یک ست برسونه میتونه عضله‌سازی بسیار خوبی داشته باشه و اون چیزی که مهم هستش اینه که تو اون ستی که انجام میدین به ناتوانی نزدیک بشین. ولی اشخاصی هستن که آسیب دیدگی در نقاط خاصی از بدنشون دارن، تو مفاصل خاصیشون آسیب دیدگی های قبلی دارن مثل سرشانه ها. این اشخاص چاره‌ای ندارن جز اینکه از وزنهای سبک استفاده کنن، چون با وزنهای سنگین آسیب دیدگیشون بیشتر میشه طبیعتا. برای همین اشخاصی که آسیب دیدگی در یک نقطه دارن باید از وزنهای سبک و تعداد تکرارهای بالا استفاده کنن. بعدی وزنهای سبک و تعداد تکرارهای بالا اینه که خستگی عصبی بیشتری رو به شما انتقال میده.